40 سال پیش توی یه جزیره کوچیک به اسم مادیرا تو پرتغال یه ستاره متولد شد. کریستیانو رونالدو، یه پسر بچه فقیر از مادیرا. از همون بچگی با کفشای کهنه و شرایط سخت تو آکادمی‌های فوتبال پرتغال تمرین می‌کرد. ولی هیچ وقت دست از رویاهاش نکشید. این اراده و تلاش بی‌وقفه بود که اونو از اون کوچه‌های خاکی به بزرگترین استیج‌های فوتبال رسوند. وقتی تو 18 سالگی به منچستر یونایتد رفت، پدر فوتبالیش سر الکس فرگوسن بهش گفت کریس، اگه سخت تلاش کنی میتونی بهترین باشی. و خب بقیهش دیگه تاریخ شد. 923 گل، 257 پاس گل، 35 جام، 5 توپ طلا، 4 کفش طلا. ولی اینا فقط عددن. چیزی که کریس رو خاص میکنه اینه که هر بار زمین خورد، هر بار ازش انتقاد شد، قوی‌تر بلند شد و جواب انتقادها رو داد، حتی تو 40 سالگی. CR7 شاید با استعدادترین نباشه، ولی بدون شک سخت کوشترین و با اراده ترینه. کریس فقط یه فوتبالیست نیست، الهام بخش میلیون ها آدم تو دنیاست که میخوان تو زندگیشون موفق باشن. و حرف آخر این که تولدت مبارک آقای رونالدو.